صبح خیر کدبانوانی عزیز. امروز طرز تهیه یک صبحانه خیلی خوشمزه با روش خیلی آسان رو پیشنهاد میکنم. امیدوارم پسندتون میآید. 400 گرم پنیر ترش یعنی تورک، یک دانه تخم، 2 قاشق شکر، یک بسته وانیلین. همه رو با بلندر مخلوط میکنیم. بعدا با اون 2 قاشق آرد اضافه میکنیم، خوب میخته میکنیم و برای آسان شدن کار از پلونکا استفاده میکنیم. با اون کمی آرد میمولیم و خمیرمون رو با پلونکا میپیچونیم. میتوانید بعد پیچاندن کمی در یخدان هم گذارید یا که خمیر رو شب تیار کنید و سحر پزید. این برای آسان شدن کار است. بعدا خمیرمون رو با پاره ها تقسیم میکنیم و هر یک پاره رو دایره شکل میکنیم، همون گونه که در نوار میبینید. با توبه 2 قاشق روغن رستنی اضافه میکنیم و در حرارت میانه، نه آتش بلند و نه پست، سیرنیک ها رو بریون میکنیم. یک طرفش که سرخ شد طرف دیگر رو میگردونیم و سرپوشی توبه رو میپوشیم. 5 دقیقه میگذاریم. خوب آماده شده. نوشی جان.